د بخښونکي څښتن خالق په سپېڅلي نامه سلامونه او وخت مو بخیر. خوښ او خوشحاله یم چې ستاسو قدرمنو هیوادوالو په چوپړ کې د روژې مبارکې میاشتې د 26 روژه ماتي سفرې نور خپرونه کې هیله ده چې تاسو قدرمن عزیزان هم را سره د دې خپرونې تر پای شیبې پورې مل پاتې شئ او دا خپرونه له موږ سره په ګډه باندې وګورئ. قدرمن هیوادوالو، درنو لیدونکو او اورېدونکو، د خپرونې د روال په اساس باندې په نننۍ خپرونه کې به هم درته میلمانه لرم. له میلمنو سره به پر مهمو موضوعاتو باندې بحث خبرې اترې کوو او ستاسو قدرمنو هیوادوالو لپاره به بېلابېلې برخې لرو. په خپرونه کې به را سره میلمه ښاغلی ډاکټر صاحب حسیب الله نیازی، دیني عالم هوي او نن به راته د اعتکاف په تړاو باندې خبرې کوي. د ښاغلي نیازي صاحب ترڅنګ به ښاغلی قاري صاحب نصرت الله عمري صاحب وي چې تکړه حافظ دی او نن به راته د الهي کلام تلاوت کوي. ترڅنګ به زموږ د همکار میلاد جان حدید چمتو شوی راپور هم په ګډه سره ګورو. د هیوادوالو سره خبرې اترې کړې دي او له هغې څخه به هم خوند اخلو. قدرمن هیوادوالو، وړاندې له دې چې له ښاغلي نیازي صاحب سره د اعتکاف په تړاو باندې خبرې وکړم، څومره به ښه وي چې د ښاغلي نصرت الله عمري صاحب په لور باندې ولاړ شو او له ښاغلي عمري صاحب سره د روژې مبارکې میاشتې په دې درشل کې خبرې اترې وکړو او له هغې څخه تلاوت واخلو او همداشان ورسره د روژې مبارکې میاشتې په تړاو خبرې وکړو. ښاغلی عمري، سلامونه، ښه راغلاست درته وایم. د روژې مبارکه میاشت ډېره درته مبارک وي او مننه کومه چې زموږ بلنه دې ومنله. مننه، جزاک الله. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات تاسو ته، تاسو ګرانو کارکوونکو ته او هغه چاته چې د پردې تلویزیون پردې شاته مونږ ویني، ټول ته دې سلامونه، نیکې هیلې، احترامات وي. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ د صحت جامې مو پر تن وي او الله دې وکړي چې تر دې دمه د روژه ښه در باندې تېره شوې وي. ډېره زه مننه کوم ښاغلی عمري چې زموږ بلنه دې ومنله. د روژې مبارکه میاشت تر اوس مهاله پورې څنګه تېره شوله او ختمونه او تلاوتونه مو تر کوم ځایه پورې راورسول؟ الحمدلله، دا خو ډېره برکتي میاشت ده. بالکل. او د مغفرت میاشت ده، د اور څخه د نجات میاشت ده، د رحمت میاشت ده. نو په دې کې د مسلمان دپاره پکار ده چې عبادت وکړي، د قرآن کریم پاک تلاوت ډېر وکړي. بالکل. ځکه چې الله تعالی په څه شي راضي کېږي، ډېر راضي کېږي، نو هغه په تلاوت باندې راضي کېږي. نو د قرآن کریم تلاوت به ډېر کوئ په دې روژه کې، ځکه چې الله ته ډېر خوند ورکوي. بالکل. او په تجوید سره به تلاوت کوئ چې قرآن کریم نازل شوی په تجوید سره ده. بالکل. دا چې خپرونه مو لا پسې رنګینه شي او له انوارو څخه ډکه شي، څومره به ښه وي چې ستاسو په خواږه اواز کې د الهي کلام د مبارکو آیاتونو تلاوت واورو. ولې نه، تاسو په اجازه. مهرباني، هیله کوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. ډېر زیات مننه ښاغلی عمري، واقعا چې زړونو ته مو ارامښت راوبښلو او خپرونه مو ډېره رنګینه کړله، اواز مو تل رسا او حنجره مو تل طلایي اوسه. ډېره زیاته مننه کوم. قدرمن هیوادوالو، له نیکه مرغه ښاغلی ډاکټر صاحب خپرونې ته رارسېدلی دی او ورسره به د اعتکاف په تړاو باندې خبرې کوو. جناب دکتر صاحب، سلام بر شما و ماه پربرکت رمضان بر شما بسیار زیاد مبارک باد. به برنامه سفره نور را تلویزیون تعلیمی و تربیتی ملی افغانستان خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام خدمت همه بینندگان خوب تلویزیونی ملی افغانستان. خوشحال هستم که با شما هم کلام و همچنین از طریق شما با هموطنان گرامی هم کلام هستیم. الحمدلله رمضان بسیار خوب به خوبی و به شکل منظم پیش می روه. الله متعال توفیق استفاده از این روزها و این شبهایی که ما در اختیار داریم توفیق برای همه ما و شما و همه ملت افغانستان نصیب بکنه، همه مسلمانان، و به برکت ماه مبارک رمضان انشاءالله یک صلح و امنیت سرتاسری را برای مسلمانان جهان الله متعال نصیب بکنه. کفار و مشرکین و یهود و نصارا و صهیونیست و همه کسانی که با مسلمانان مشکل دارن، اول الله هدایتشان بکند، اگر قابل هدایت نیستن الله متعال
خودش به حسابشان رسیدگی بکند. اله آمین. به جهاد دکتر بزرگوار، در خلال صحبت‌هایتان برای ماه پربرکت رمضان واژه فرصت را به کار بردین. فرصت است که تقریبا در روزهای انگشت شمار و اخیرین روزهای این ماه پربرکت رمضان قرار داریم. امیدوار هستم که گناهان گذشته ما با استفاده از این ماه پربرکت رمضان معاف شده باشد. یکی از این فرصت ها و یکی از این نعمت هایی که الله سبحانه و تعالی برای ما عطا کرده و این فرصت را در اختیار ما قرار داده همان اعتکاف است. در آغاز قبل از اینکه راجع به انواع اعتکاف یا احکام اعتکاف و فضایلش بپردازیم، چه حالی هست واژه اعتکاف را یک تعریف بکنیم؟ دقیقاً واژه اعتکاف همان طوری که از خود واژه معلوم و مشخص است، اعتکاف به معنای ملازمت و اقامت است که البته معنای لغوی اعتکاف است و اعتکاف را اگر در اصطلاح شرع تعریف بکنیم، در واقع اعتکاف به معنای اقامت گزیدن در وقت مشخص در مسجد است، طوری که الله متعال در قرآن کریم هم می‌فرماید که و انتم عاکفون فی المساجد. از اینجا یک برداشتی هم می شود که غالباً اعتکاف باید در مسجد انجام شود. حالا در رابطه با این مسئله که اعتکاف در مسجد انجام شود، یک دیدگاه های متفاوت فقهی هم در زمینه وجود دارد که تعدادی از فقها به این نظر باور هستند که اعتکاف باید در مسجد و مساجد جامع انجام شود و تعداد دیگری باز مخصوصا فقهای احناف به باور هستند که در هر مسجدی که جماعت انجام میشه اعتکاف میشود که در اونجا مسلمانان بروند و اعتکاف بشینند در روزهای اخیر ماه مبارک رمضان. کلا ما میتونیم اعتکاف را اینطور معنا بکنیم که اعتکاف در لغت به معنای ملازمت و اقامت هست و همچنین اعتکاف در اصطلاح عبارت است ماندن افراد و اشخاص در مسجد به نیت عبادات و به خاطر انجام همین سنت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم. این سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم یکی از بهترین سنت ها هست و نبی کریم صلی الله علیه و سلم هم در دهه اخیر ماه پربرکت رمضان اهتمام ویژه‌ای بر اعتکاف داشت. حتما فضیلت های نهفته هست در این عبادت و در این امر احتمامی نبی کریم صلی الله علیه و سلم. میخوایم جناب دکتر صاحب از شما راجع به فضایل اعتکاف بپرسم، چقدر فضیلت ها نصیب معتکفین هست؟ استاد ببینین، این ماه مبارک رمضان را پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یک روایت تقسیم بندی کرده که 10 روز اول ماه مبارک رمضان 10 رحمت است و 10 وسطی 10 مغفرت است و 10 آخری که بسیار زیاد مهم است. این 10 روز در واقع 10 روزی است که انسان گردنش از آتش دوزخ خلاص می شود، مخصوصا انسان های مؤمن و مسلمان، عتق من النار. و همچنین ما روایتی هم داریم که کسی که از ماه مبارک رمضان محروم شود در واقع از خیری بسیار زیاد محروم شده است و محروم اصلی برای از کسی گفته می شود که در واقع او از ماه مبارک رمضان محروم شده باشد. حالا روایتی هم داریم که کسایی که فرصت یعنی غنیمت نمیدانن و از این فرصت در واقع استفاده نمیکنن، اینا مورد یعنی نکوهش قرار گرفتن و به تعبیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمین گفته و جبریل علیه السلام دعا کرده که یعنی هلاک شود کسی که رمضان را فرا میگیرد و رمضان بالاخره فرصت رمضان چانسش برش میسر میشه ولی از این فرصت استفاده نمیکنه. جبریل میگه هلاک شود، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه بله آمین، همین کس هلاک شود. پس معلوم می شود که ماه مبارک رمضان در کل و دهه اخیر بخصوص بسیار یعنی به لحاظ جایگاه و به لحاظ فضیلت بسیار از جایگاه و از فضایل خوبی برخوردار است. شما میدونید شاید اساتید بزرگوار اینجا صحبت کرده باشند که در 10 روز و شب آخر ماه مبارک رمضان در واقع
شبه های قدر اینجا احتمالش بیشتر وجود داره. هست. بله احتمالش نه که 100% دمی 10 شب اخیر در شبه های طاق وجود دارد که برخی ها مثلا شب 27 میگن که ما شما فعلا در آستانه همین شب هم قرار داریم. دقیقاً این بسیار فرصت و یک چانسی هست که من اینطور تعبیر عام و ساده و عامیانه به کار میبرم تا همه عزیزان ما هم از این فرصت استفاده بکنن. ببینین کسی مشکل داره، کسی اولاد نداره، کسی گناهان زیادی انجام داده و کسی هم است که بالاخره خواسته های از الله متعال داره. این شبها و روزهای ملاقات ویژه و خصوصی الله متعال با بندگانش است. هر کس میتونه که عرایض خود را در این شبها و در این روزها پیشکش بکند، مخصوصا کسایی که اعتکاف می نشینن و اعتکاف نشستن. خب حالا اوقات اعتکاف هم سنت مؤکدش هم دهی اخیر ماه مبارک رمضان است. راجع به اونایش صحبت خود کردیم. حالا میخوایم که یک مقدار راجع به فضیلت هایش بپیچیم. در رابطه با فضیلت در واقع اعتکاف روایات ما زیادی داره. تقریبا 6 تا حدیث در صحیح بخاری در همین مورد آمده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دهه اخیر ماه مبارک رمضان اعتکاف می نشستند. حتی فامیل و خانواده خود را هم به عبادت به اصطلاح بیدار میکردند. روایت هست که اذا دخل 10 من اواخر ماه مبارک رمضان، وقتی که 10 روزی از اخیر ماه مبارک رمضان به اصطلاح فرا می رسید، پیغمبر صلی الله علیه و سلم اشتد میزره، تهیبند یا کمربند خود را برای عبادت محکم بسته میکرد و ایقظ اهله و احیا لیله، فامیل و خانواده خود را هم برای عبادت بلند میکردند و خودشان هم شب زنده داری میکردند. چه خوب است که ما در این دهه اخیر از این فرصت ها استفاده بکنیم. افراد و اشخاصی که به اصطلاح عموم مسلمانان به شکل عام و افراد و اشخاصی که اونها در واقع اعتکاف نشستن به گونه ویژه به این فرصت ها اهتمام بورزن و از این چانس استفاده بکنن، هم برای خودشان دعا بکنن، هم برای به اصطلاح اهالی و عزیزایی که در محورشان قرار داره برای از دعا بکنن و هم برای همه مسلمانان در این عرصه دعا بکنن. این چانس بسیار چانس خوبی است و از این چانس بسیار استفاده بکنن. در واقع شما ببینین که دهه اخیر ماه مبارک رمضان از یک طرف مثلا در خود این ماه قرار داره، از طرف دیگر شبهای قدر در این دهه قرار داره و از طرف دیگر فضایلی از این پیغمبر صلی الله علیه و سلم در روایات مختلفی بیان کرده و جالبیش از همه جالبتری است که در متن قرآن کریم آمده است که و انتم عاکفون فی المساجد، یعنی شما در حال ملازمت گرفتن و اقامت گزیدنتان در داخل مسجد هست. به این معنا که کسایی که اعتکاف هستن و اعتکاف نشستن اونا نسبت به بقیه بیشتر باید دعا بکنن و از الله متعال برای مردم و اهالی و قومشان خیر و برکت بخواهن و عام مردم هم از این فرصت استفاده بکنن و همه قسم نشود که مسئولیت خود را رها بکنن که برو ما اعتکاف گرفتیم، اعتکاف میدن و دعا کردن و قرآن خواندن و بالاخره تلاوت و یا تعبیر دیگری عبادتش. نه، هر کس و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، هر یک از این انسان ها ما و شما همه در روز قیامت به گونه به اصطلاح تکی و تنهایی به الله متعال پاسخگو هستیم. بنابراین از این فرصت ها باید استفاده بکنیم. بسیار عالی است. جناب دکتر بزرگوار، ما معمولا در داخل جامعه خود یا در افغانستان با یک نوع اعتکاف آشنا هستیم که همان اعتکافی در 10 روز اخیر ماه پربرکت رمضان هست. آیا انواع دیگری هم در اعتکاف هست؟ یا اگر سوال را به گونه دیگری مطرح بکنیم، آیا میتونیم اعتکاف را به گونه های متفاوت تقسیم بندی کرد؟ بله، اعتکاف به انواع مختلف جناب استاد تقسیم می شود. یک ما اعتکاف سنت مؤکد داریم که همین اعتکافی که ما بالاخره با او آشنا هستیم و همه مردم با او آشنا هستند و 10 روز اخیر ماه مبارک رمضان وقتی که قرار میگیره بالاخره 1 نفر یا 2 نفر یا 10 نفر در مساجد برای عبادت الله متعال مسجد را با خود ملازمت میگیرن و در مسجد اقامت میگذارن. اما ما انواع دیگری از اعتکاف را داریم که مثلا اعتکاف مستحب یعنی استحبابی است. و گونه استحباب افراد و اشخاص میتونن که برای 1 ساعت، برای چند ساعت، برای 1 روز، برای 2 روز، برای 3 روز در مسجد یا در جایی بشینن و بالاخره اون
جایی را برای خودشان لازم بگیرن یا تلاوت بکنن یا عبادت بکنن که این در واقع در هر فصلی از فصول سال یا در هر روز یا هر وقتی که افراد و اشخاص بخوان میتونن که اعتکاف متعکف بشینن. شود. بله. این اعتکاف را اعتکاف استحبابی میگن. آها. ولی یک نوعی از اعتکاف دیگری ما داریم که او اعتکاف واجبی هست. او وقتی است که شخصی نظر میکند، مثلا نظر میکند که ما باید در فلان مسجد با الله سبحانه و تعالی وعده میکنه. یعنی در واقع نیت میکنه، نظر میکنه به الله متعال، وعده میده که ما در فلان مسجد یا فلان جای باید ما اینی قدر وقت را ما سپری بکنم و یا به عنوان اعتکاف بنشینم. و در این صورت کی است این اعتکاف واجب ایره میگن، چون این نظر است و وفا به نظر کی است واجب است. وفا به نظر چی است واجب است. قسمی که در حدیث آمده پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرماید که من نظر ان یطیع الله فلیطیعه، کسی که نظر بکند که باید اطاعت الله متعال را انجام بدهد باید که این کار انجام بدهد. و من نظر ان یعصی الله فلا یعصیه، و کسی که نظر بکند که به الله متعال نافرمانی بکنه باز نافرمانی نکند. و اگر قسم خورده باشد یا یک بالاخره یک نظری نامشروع کرده باشد برای از او کفاره بپردازه و ما او کار را انجام ندهد. اما در اطاعت واجب است، لازم است که باید اطاعت الله متعال را به هر عنوانی انجام بدهد. ولی یک بحث در اینجا وجود داره. یک کسی مثلا نظر میکنه که ما باید مثلا حج بکنم یا عمره بکنم یا یک کار را که از توان و از ظرفیتش، مثلا یا یک مقدار پول گزاف را باید ما ایره پرداخت بکنم یا صدقه بدم، اگر توانش را نداشت چی کار باید بکنه؟ اینجا ما یک چند آیه قرآن کریم است. اولی که اتق الله ما استطعتم، انسان باید به اندازه توانش از الله متعال بترسه و میترسه، چون از توان با بالا امکان نداره کسی از الله متعال بترسه. در حد توانش و ظرفیتی که داره از الله متعال میترسد و تقوا را و پرهیزگاری را اختیار میکند. دومی که آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله متعال هیچ انسان را بالاتر از توانش تکلیف نمیدهد. در حد توانش الله متعال را مکلف میسازه. پس مکلفیت ها بر اساس اون توانایی ها است. توانایی ها و ظرفیت ها در هر حدی که باشد مکلفیت هم به همون حد می باشد و الله متعال هیچ بنده خود را بالاتر از توانش و چیزی مجبور نمیسازه. جناب استاد شما اشاره کردین به اعتکاف سنت مؤکدی که در دهه اخیر ماه پربرکت رمضان انجام می شود. چه حکمتی وجود دارد که حکم این اعتکاف سنت مؤکد شده است و اگر در یک محله چند تعدادی در مسجد به اعتکاف بنشیند دیگران یعنی از گردن اونها ساقط می شود؟ دقیقاً بحث یا سنت مؤکدی کفایی، یک کلمه کفایی را در اینجا به کار ببریم. مثل فرضی عین ما داریم و فرضی کفایی داریم و سنت به اصطلاح مؤکدی اینجا کفایی را به کار ببریم یا عین و کفایی را به کار ببریم. ما این سنت مؤکد، چون سنت وقتی که ما گفتیم ما در بحث احکام فرض داریم و واجب داریم و سنت داریم و مستحب داریم و مکروه داریم و حرام داریم. حالا بحثی هر کدام سر جای خودش. ما در رابطه با سنت مؤکد از فرض و واجب به بعد باز سنت داریم دیگه. سنت را باز تقسیم میکنن به مؤکد و غیر مؤکد. سنت مؤکد و غیر مؤکد به این تعبیر است که در اون اعمالی که پیغمبر خدا خودشان جدی بودن و تأکید داشتن او را سنت مؤکد میگن و در برخی اعمال دیگری که پیغمبر سلام به جدیت و قاطعیت او را انجام نمیدادن و گاهی گاهی او را ترک میکردن باز او را تحت عنوان سنت مؤکد عنوان نمیکنن و نمیگن، به خاطر از این که پیغمبر در او مداومت نکرده و ملازمت نکرده. و در رابطه به همین سنت مؤکد کفایی که مثلا ما در رابطه با سنت اعتکاف گفتیم، در اینجا پیغمبر سلام هر سال خودشان ده اخیر ماه مبارک رمضان را اعتکاف می نشستن. حتی او سالی که از دنیا رحلت کردن 20 روز پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعتکاف نشستن، یعنی 20 روز را در مسجد مجاورت کردن. حدیث صحیح بخاری هست. بنابراین این تاکیدش و حکمتش هم در واقع این است که مسلمانان طبیعی است که دچار لغزش ها می شوند. ان هذه القلوب یسطع کما یسطع الحدید،
یعنی دلها کی است در واقع زنگ میبردارد، یعنی در واقع کنایه از گناه است دیگه. قسمی که آهن زنگ میبردارد دیگه. این راه و روشی پاک کردن و صیقل دادن این دلهای زنگ زده و این انسانهایی که گناه کرده هست چی است؟ در واقع همین بهانه های است که الله متعال گاهی از طریق قرآن کریم و گاهی از طریق پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایره برای مردم این زمینه ها و این بهانه ها را مساعد ساخته که تا انسان ها پاک شوند و صیقل داده شوند. حالا شما ببینین اگر در یک محیط و منطقه‌ای که مسجد جامع اونجا وجود داشته باشه و رمضان هم فرا برسه و هیچ احدی هم در مسجد به عنوان اعتکاف نشینه، این به چی معناست؟ به این معناست که هیچ کسی علاقه با ملاقات با الله متعال را نداره. حتی یک نفر هم پیدا نمیشه و که برای 10 روز با الله متعال خلوت بکنه و عبادت بکنه و راز نیاز بکنه و هم برای خودش و هم برای جامعه از الله متعال خیر بخواه. الحمدلله ما شما در محیطی قرار داریم که در این محیط دیگه بسیار با کمال علاقه و شوق و بسیار زیاد مردم حتی در بعضی مساجد 10 نفر 20 نفر 5 نفر، خب بالاخره یک نفر 100% هست که متعاکف میشود، اعتکاف میشوند و این سنت را به جا می آورند که در واقع از گردن دیگرها هم ساقط میشه. و اگر احیانا در یک مسجد هیچ کسی آماده نشه برای اعتکاف نشستن، کل محیط منطقه افراد و اشخاص گناهگار می باشند، به خاطر از اینکه خب حتی پیشتر هم یادآور شدیم که یک نفری هم آماده نمیشه که با خداوند جل جلاله راز نیاز بکنه. جناب مکتسب، اگر شرایط اعتکاف را بحث بکنیم، شخص با چی شرایطی میتونه متعاکف شود و زمانی که متعاکف شد کدام نقاط مد نظر بگیرد تا همه ابعاد اعتکاف را برای خود تطبیق کرده باشد؟ دقیقاً شرایطی که برای اعتکاف را علما ذکر میکنن، اولی که همین اعتکافی که برش ما سنت مؤکد میگیم اما وقتش فرا رسیده باشه، و دومی که دمو روز 20 بعد از نماز عصر باید وارد اعتکاف خانه خود شود. همچنین فرد باید که شخصی عاقل باشد، بالغ باشد و اگر از قشر خانه است به اصطلاح با مو مشکل قاعدگی یا مواجه نباشد، حیض و نفاس نداشته باشد. اینا میتونن که با این شرایط و همچنین افراد و اشخاصی که میخوان وارد خانه اعتکاف شوند یا بالاخره همین معتکف بودن را برای خود الزامی بدارن، باید از تمام امور دنیاوی خود را فارغ بال بسازن و در واقع دیگه به عبادت الله متعال خود را آماده بسازن. اما در این شرایطی که شما گفتین 2 تا رکن هم اینجا وجود دارد. 2 تا رکن وجود دارد. او یکی نیت است، به نیت عبادت باشه و همچنین ماندن در مسجد. همین نقطه‌ای که بحث اختلاف فقه ها را برمیانگیزه همین قسمت است که در قرآن کریم اشاره به شده که و انتم عاکفون فی المساجد، یعنی شما معتکف در مسجد می باشین. از همین خاطر بسیاری ها میگن که خود در غیر مسجد دیگر لازم نیست که اگر کسی میشینه عبادت میکنه که کار گناهی نیست، اما اون اعتکافی که مشروعیتش در قرآن کریم و همچنین سنت مؤکد بودنش مطرح هست، باز اون نوع اعتکاف در مساجد هست. نه، اون نوع اعتکاف در مسجد می باشه. اونجا ما یک روایت دیگری هم داریم که برای عبادت کردن شما نمیتونین سفر بکنین و تصمیم بگیرین مگر به 3 مسجد. یکی مسجد نبوی را گفته، دوم مسجد الحرام را گفته و سوم مسجد اقصی را گفته که هر کس میتونه برای اعتکاف نشستن یا برای عبادت کردن به این 3 مسجد سفر بکنه و تصمیم بگیره که در این 3 مسجد اقامت بگذاره و عبادت بکنه. اون دیگه باز ما میتونیم از عام کتاب الله اینطور استدلال بکنیم که در تمام مساجدی که در واقع جماعت در اونجا برپا میشه و میتوان اعتکاف نشست. بسیار عالی. جناب استاد، قبلا شما اشاره داشتین نبی کریم صلی الله علیه و سلم در هنگامی که سال اخیر حیاتشان در این دنیا بودن 20 روز اعتکاف کردن یا متعاکف بودن. حالا بخوایم جناب استاد بپرسم که حداقل مدت اعتکاف چقدر است و حد اکثرش چقدر است؟ برای حد اقل اعتکاف آنچه که در کتاب‌های فقه آمده هیچ وقتی هم مشخص نشده. مثلا میتونه که برای 1 ساعت باشه، میتونه که برای چند لحظه‌ای باشه. در واقع اما اعتکاف نشستن
اما تنظیم روابط با الله متعال هست. حد اقلش میتونه که به اصطلاح برای 1 ساعت هم باشه، 1 دقیقه هم باشه، یعنی لحظه هم باشه، میتونه انسان با الله متعال ارتباط خود را برقرار بکنه. حد اکثرشون مشخص شد که در دهه اخیر ماه مبارک رمضان 10 روز است و همچنین پیغمبر خدا در آخر عمرشان 20 روز اعتکاف نشستند. از این بیشتر هم اگر کسی برای عبادت، چون در عباداتی که مثلا مشروعیتش به شکل عام به اثبات رسیده باشه هیچ نوع محدودیت وجود نداره. منتها یک نقطه اینجا وجود دارد که انسان وقتی که به عبادت الله متعال میپردازد باید طوری به عبادت الله متعال بپردازد که فکر بکنه که من در آخرین لحظات زندگی قرار دارم یا اصلا دنیای وجود ندارد. و در ضمن وقتی که باز به کار و امور دیگری میپردازد، کار و امور دیگری خود را هم به شکل دقیق و درست و با کمال علاقه انجام بدهد. یعنی در واقع اینجا میخوام این نقطه را یادآور شوم که ما نباید بریم به سمت رهبانیتی که یهود داشت و کاملا ترک دنیا بکنیم و همچنین نباید مثل دیگرها دین و عبادت و همه چیز را رها بکنیم و خود را مشغول دنیا بسازیم. دین و دنیا را به شکل متعادل پروسش را پیش ببریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه، یعنی هم خداوند از نیکی های دنیا بهره مندمون بسازه و هم از آخرت. بسیار عالی است. اجازه بسات اوقاتی که ما در هنگام اعتکاف در مساجد داریم باید دقیقاً چگونه بگذرانیم؟ کدام اعمال است که ما باید بیشتر اهتمام به او اعمال داشته باشیم تا تانسته باشیم از این فرصت اعتکاف و این فرصت جدایی از همه دغدغه‌های فکری و زندگی ما در اینجا خوب استفاده کرده باشیم و خوب عبادت کرده باشیم؟ در واقع خود اعتکاف نشستن و فرصت اعتکاف یک چانس است. وقتی که این چانس به هر کسی که میسر می شود تلاش بکند در این فرصت بیشتر تلاوت قرآن کریم بکند، چون تلاوت قرآن کریم ما یک روایتی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم داریم که پیغمبر خدا می فرماید من اراد ان یتکلم ربه فلیقرأ القرآن. کسی که میخواهد با پروردگارش صحبت بکند باید قرآن کریم تلاوت بکند. یعنی تلاوت قرآن کریم در واقع صحبت با الله متعال است. صحبت با الله متعال است. پس بیشتر افرادی که اعتکاف می نشینن و عام افراد کوشش بکنن که تلاوت قرآن کریم بکنن. در اون روایتی هم که قبلا یادآور شدیم گفتیم قلبها وقتی که زنگ میبردارد روندی از بین بردن این زنگ قلبها چی است؟ در ادامه همین روایت آمده که ذکر الموت و تلاوت القرآن، یاد موت که تمام لذتها را از بین میبره و تلاوت القرآن که قلب را کاملا صیقل میده و پاک میکنه، چون تلاوت قرآن ارتباط با پروردگار است. همچنین نمازی با کیفیت. نمازهای ورختایی ما برخی ها را داریم که نماز را بسیار با ورختایی میخونن. نه، نمازی با کیفیت کدام نماز گفته میشه؟ اما نمازی را گفته میشه که پیغمبر خدا فرموده صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بخوانید چگونه که من را میبینید من نماز میخونم. نماز پیغمبر صلی الله علیه وسلم از هر لحاظ نمازی با کیفیت بود و پیروانش هم باید که نمازی با کیفیت بخونن. بسیاری ها ورخطا میباشن در نمازشان یعنی همان خشوع و خضوع مراعات شود. اصلا نماز این هم مناجات با پروردگار است، سرگوشی با پروردگار است. کسی که نماز میخواند و از اون لحظه ای که به نماز آغاز میکند در واقع در حال مناجات با پروردگار است دیگه. و الله اکبر که گفت همه چیز دیگه برش حرام میشه جز ارتباطی با الله متعال. باز السلام علیکم و رحمت الله که گفت باز همه چیز برش مشروع میشه و باز اجازه می داشته باشه. همچنین نماز و دعا. کسایی که در واقع اینها اعتکاف می نشینن و عام مردم از فرصت استفاده بکنن که چانس دعا را از دست ندن، چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که الدعاء مخ العباده، دعا مغز عبادت است. یا همچنین ما روایتی داریم که در رابطه با الدعاء عین العباده،
یعنی دعا خودش بالفعل عبادت عبادت است. آیات است. قرآن کریم است و قال ربکم ادعونی استجب لکم. پروردگارتون میگه که از ما شما بخواهید و ما اجابت میکنم. یا مثلا آیات قرآن کریم است و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، یعنی وقتی که بندگان من ای محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر خدا، و اذا سألک عبادی عنی، وقتی بندگان من از تو سوال میکنن در متعلق من، تو براشون بگو که فانی قریب، من نزدیک هستم. خداوند به پیغمبر میگه تو برای بندگان من بگو من بسیار براشون نزدیک هستم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ما جواب میتم دعا کننده را، فریاد کننده را. هر بندی از بندگان من که در واقع دستشان را بلند بکنن به طرف ما و دعا بکنن و از ما بخواهن، ما اجابت میکنم و دستی از یاره خالی و صفر بر نمیگردن. اصلا سپاس جناب استاد. همکاری ما رفته در شهر و با هموطنان عزیز صحبت های داشته. اگر موافق باشین بریم با همدیگر بشنویم و ببینیم. بله دوستان عزیز، هموطنان عزیز، اظهار سپاس که تا این حال با ما هستین، برنامه تان را تماشا کردین. عزیزان میریم گزارش بسیار عالیه که همکار بسیار عزیزی ما میلاد جان حدید آماده ساخته است، با همدیگر تماشا میکنیم. در ادامه برنامه برخواهیم گشت. شهد منكم الشهر فليصم. به نام خالق یکتا و به همتا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هموطنان عزیز. خدا کند که جور، صحتمند، سلامت بوده و یک بار دیگر بیننده برنامه خورتان، برنامه سفره نور از دریچه تلویزیون تعلیمی و تربیتی باشید. عزیزان بیننده، قسمی هم که شما در تصویر میبینید، امروز آمده ایم در یکی از مساجد که اینجا میخوایم که با جناب مولوی صاحب در رابطه با ماه مبارک رمضان، ماه رحمت، صبر و شکرگزاری بیشتر صحبت کنیم که در رابطه با این ماه بر ما چی گفتن دارن. عزیزان بیننده، قسمی که شما میدانید امروز 26 ماه مبارک رمضان و 6مین روز دهه نجات از آتش می باشد که ماه مبارک رمضان به 3 دهه تقسیم شده است. از روز اول الا روز دهم دهه رحمت، از روز 11 الا روز 20 دهه مغفرت و از روز 21 الا پایان ماه مبارک رمضان به نام دهه نجات از آتش می باشد که امروز 6مین روز دهه نجات از آتش و 26مین روز ماه مبارک رمضان می باشد. خب عزیزان، قسمی که شما میدانید در شب‌های لیلة القدر وجود داریم. یکی از شب‌های بسیار مهم در ماه مبارک رمضان می باشد که از این شب‌ها باید به صورت درستش استفاده شد. بیشتر در همین مورد از جناب مولوی صاحب میشنویم. جناب مولوی صاحب سلام و خسته نباشین، وقتتان بخیر. میشه در ابتدا خود به دوستان معرفی کنین؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام علی من لا نبی بعده. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. الآیه. او كما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم هو شهر اوله رحمة و اوسطه مغفرة و آخره عتق من النار. الحدیث. صدق الله العظیم و صدق رسوله النبی الکریم. پیش از اینکه سر بحث بریم خدا یک معرفی میکنیم. این جانب مولوی صاحب عبدالمتین حقیار، امام مسجد جامع حنفی. مولوی صاحب محترم، دهه رحمت به پایان رسید، دهه مغفرت به پایان رسید. فعلا در یکی از دههای بسیار مهمی قرار داریم که به نام دهه نجات از آتش است. شما از دیدگاه اسلام این دهه را چگونه ارزیابی کردین و چی باید کرد؟ واقعیت بسیار گپ خوب، سوال بسیار بجا. حدیثی است که سلمان فارسی حدیث روایت میکنه، میگه اینطور یک ماهی است اوله رحمتون، ده اولش رحمت است، و اوسطه مغفرتون، اوسط میانش کی است؟ مغفرت است، و آخره عتق من النار، آخریش که از خلاصی از آتش دوزخ است. پس به این خاطر الله متعال در این ماه از نگاه فضائل عظمت که داره هر دایش یک جایگاه خود داره. وقتی که انسان دای رحمت ما سپری کردیم و دای مغفرت هم سپری شد، آل آخری است که عتق من النار است. در حقیقت این 13 ها فرصت ها برای ما شماست. دقیقا که الله متعال این فرصت ها را در 13 در این ماه قرار داده.
اگر انسان در ده اول فرصت ها از پیشش میره، فرصت دوم در وسط میتونه که از الله مغفرت بخواد. و همچنان اگر در ده دوم هم اگر از پیشش امو فرصت هایی که ای جایگاه داره فضیلت داری از پیشش میره، میتونه که در ده آخر حال هم ما فرصت داریم که در ده آخر باید ما چی کاری باید بکنیم. ما اعمال ده آخر واقعیت که از نظر قرآن و سنت که احادیث دی بار آمده، ما به طور نمونه مادوار یک چند نکات را عرض میکنیم که ما ده آخر چی کاری باید بکنیم. اول زنده نگه داشتن شبها و بالاخص شبهای تاق. چنانچه روایت زیاد داریم، احادیث هم در این باره است که پیامبر ما میگه از ده آخر زنده نگه داشتن شبها بیشتر باید تلاش در دای چیز شود، در روزهای تاق شود، به خاطر که روزهای تاق بیشتر علائم قدر است. شب 21، شب 23، شب 25، شب 27، شب 29 نسبت به دیگر شبها در این شبها انسان باید بیشتر تلاش میکنه. این یک. دوم جستجوی شب قدر. شب قدر در ده آخر است. نظر جمهور علما می نمیست که شبای قدر در ده آخر است و بالاخص در شبای تاق. پس به این خاطر انسان باید تلاش بکنه که شب قدر به دست بیاره. چرا؟ شب قدر یک شبی است که قرآن هم بر ما فضیلتش میگه لیلة القدر خیر من الف شهر. شب قدر آنقدر فضیلت داره که از 1000 ماه قدر بهتر است. اگر یک نفر شب قدر را زنده نگه میداره، عبادت میکنه، الله متعال گویا به اندازه 84 سال برای چی بکنه عبادت کرده باشه. 84 سال. پس به این خاطر انسان کوشش بکنه که شب قدر باید تلاش بکنه. جناب مولوی صاحب، پس چگونه در اعتکاف بشینه و از شروط نشستن در اعتکاف بگوییم؟ شرایط داره اعتکاف که انسان چگونه باید اعتکاف بشینه. اول شرطش اینیست که ما مکس باید در مسجد داشته باشیم. شرط اعتکافی است که باید ما شما در مسجد باید باشیم. دیگه نیت داشته باشیم، نیت اعتکاف باید بکنیم. دیگه ای که ما در اعتکاف انسان چی کار باید بکنه؟ از این استفاده بکنه، از این اعمال خیر را انجام بده. تنها اینه که انسان پرده را بندازه و خلاص برم اعتکاف شستیم، از اعمال و زنده نگه داشتن از کار خیر چی باشه؟ محروم باشه. اینی است که انسان باید در اعتکاف با تیر مراد بکنه. مولوی صاحب محترم، آهسته آهسته به خیر به طرف عید روان هستیم. از این بگوین که روزهای عید چقدر یک روزهای ارزنده در جهان اسلام می باشد؟ اول که ما شما میگیم عید از خود پیام‌هایی داره که انسان باید از این چگونه باید استقبال بکنه. دقیقاً امین ماه مبارک رمضان گویا این مقدمه بر عید است. امین عید به خاطر چی است؟ به خاطر شکرگزاری امر پروردگار. تو در یک ماه روزه گرفتین، الله متعال به خاطر خوشید در ضمن احکام الله خواستای نفسم زیر نظر میجا گرفته. به خاطر امیج شما چی بکنین؟ اینمی یک ماه روزه را که شما گرفته حال شما را تجلیل بکنه به خوشی. که میگن عید به معنی خوشی است. پس ما باید کوشش کنیم که در عید ام خوشیه که دین ما را گفته اونمو قسم باید ما شما پیش بریم. خوشی نه که بالاخره ما مخالفت امر الله را باید کرده باشیم. بسیار زیاد تشکر جناب مولوی صاحب از اینکه وقت دادین و با شما صحبت کردیم. تشکر از شما هم که همینجا آمدین، زحمت کشیدین، از دوستا که اینجا آمدن وقتتان بر ما دادین. یک جهان تشکر. موفق کامگار باشید. دوستان و علاقه‌مندان برنامه سفره نور، قسمی که در لابلای گزارش دور شده ماه مبارک رمضان به 3 دهه تقسیم شده است: دهه رحمت، دهه مغفرت و دهه نجات از آتش. و قسمی هم که شما دیدین، امروز آمده بودم به یکی از مساجد که اینجا مولوی صاحب در رابطه با ماه مبارک رمضان و همچنان دهه نجات از آتش برای ما معلومات دادن. و شب‌های لیلة القدر که یکی از شب‌های بسیار مهم در ماه مبارک رمضان می باشد و باید که به صورت درستش از این شب‌های گرانقدر استفاده کنیم. عزیزان بیننده، پس چه خوب است که ادامه برنامه را با همکاران و مهمانان عزیز از استودیو دنبال کنیم.
فمن شهد منكم الشهر فليصم. د معتکف لپاره د جومات څخه د وتلو جایز عذرونه. د کومو عذرونو له وجې چې معتکف د جومات څخه وتلی شي هغه په 3 قسمه دي. لومړی طبیعي او فطري عذر لکه تشې بولې، ډکې بولې او د جنابت څخه د پاکېدو لپاره غسل کول. دویم ضروري عذر که معتکف په جومات کې پاتې شي د ځان او مال ضایع کېدو خطری وي. دریم که جومات ونړیږي نو د دې جومات څخه به په دې شرط ځي چې بل نږدې جومات کې به د اعتکاف نیت کوي. معتکف په جومات کې خوراک او څښاک کولی شي. دغه راز مبایعه جومات ته د راوړلو څخه بغیر اخیستلی شي او خرڅولی شي. د اعتکاف آداب. 3 شیان په اعتکاف کې مستحب دي. لومړی یوازې ښې خبرې کول. دویم د اعتکاف لپاره تر ټولو غوره جومات ټاکل لکه مسجد حرام، نبوي جومات، د اقصا جومات. د دې څخه وروسته هر چا لپاره خپل جامع جومات دی. دریم د قرآن کریم تلاوت کول، مسنون اذکار یا په نبی صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویل او د دینی کتابونو په مطالعه کې ځان مصروف ساتل. رمضان نقش مهم در تقویت فرهنگ دینی جامعه دارد. فضای این ماه مردم را به اخلاق نیکو سوق می دهد. نتیجه آن افزایش اعتماد و آرامش اجتماعی است. ماه مبارک رمضان ماه رحمت و مغفرت الهی است. درهای توبه و بخشش در این ماه بیش از همیشه گشوده اند. رمضان امید تازه برای اصلاح و رشد فراهم می کند. جهان سپاس از همکاران بسیار عزیزم که بسته های معلوماتی بسیار عالی و همچنان گزارش بسیار عالی را تقدیم حضور شما عزیزان کردن. عزیزان بیننده و شنونده، در ادامه برنامه سفره نور قرار داریم و قرار است راجع به شکننده های اعتکاف صحبت بکنیم. میریم به طرف جناب دکتر صاحب و این موضوع را بحث خواهیم کرد. جناب دکتر صاحب بزرگوار، ما در اعتکاف نشستیم و در هنگام اعتکاف کدام اعمال است که باعث از بین رفتن اعتکاف یا شکستاندن اعتکاف می شود؟ خب دقیقا کسی که اعتکاف می نشیند در مسجد باید از قبل آمادگی های خود را برای اعتکاف داشته باشه. اگر اعتکاف آمادگی های خود را نداشته باشه، مثلا بدون عذر شرعی از مسجد بیرون شود، اعتکافش از بین می رود یا از همون محل خود بیرون شود. و همچنین کسی که مرتد شود، از اسلام برگردد، اعتکافش از بین می رود. یا مثلا مردی با همسر خود یا همسری برعکس با مرد خود هم بستری بکنن، اعتکافشون از بین می رود. و همچنین اگر زنان باشن که اعتکاف نشسته باشن، در واقع اما حیض و نفاس که است، اعتکاف از یار از بین میبرد. بله جناب استاد، دقیقاً من میخواستم که در این نقطه سوال بکنم، آیا خانم ها هم میتونن اعتکاف بکنند؟ خانم ها در واقع چیزی از ببخشید خواهش میکنم جناب صاحب. خانم ها هم انسان هستند و جزئی از انسان ها و بشر هستند. همچنانی که احکام خداوند جل جلاله بالای مردا هست، بالای خانم ها هست. با این تفاوت که خانم ها بهترین محل و بهترین جایگاه براشون داخل خانه ها است که در داخل خانه میتونن که بالاخره یک جای را برای خود تخصیص بدین و به عبادت الله متعال بپردازن. البته خانم ها این قدری که مثلا مردان در مسجد اعتکاف میشینن و برای خود محدودیت وضع میکنن، خانم ها نباید این قدر محدودیت را برای خود وضع بکنن. مثلا خانمی هست که فرزند داره، اولاد داره، اولاد شیرخور داره، یا مثلا بقیه اولاداش سرش صدا میکنن، نیازها در داخل خانه میشه و این مسائل ها را باید در نظر داشته باشن. از همین خاطر گفته میشه که خانم بدون اجازه شوهرش نمیتونه که اعتکاف بشینه. حتی در نماز باشه، نماز خود را هم طولانی
ساخته نمیتونه، بدون اجازه شوهر نمیتونه طولانی تر روزه نفلی رو هم گرفته نمیتونه. اینا احکامی در واقع شریعت و دین است که براشون وضع کرده. تمام این احکام را که ما سر و زیر از این بررسی بکنیم، در واقع این احکام به یک نتیجه کلی ما را میرسونه که آرامش و اعتماد و به یکدیگر رسیدن این مسائل را در واقع در بر دارد. جناب استاد، اگر بنابر همان عذرهایی که شما یاد کردین یا بنابر همان عوامل اعتکاف شکستانده شود، آیا قضا یا جبران برای اعتکاف وجود دارد؟ در اعتکاف وجوبی احتمال داره که چون کسی که نظر کرده از قبل، در بقیهش دیگه انشاءالله که الله متعال کسی را مؤاخذه نمیکنه، چون خود امو جریانی هست که اعتکاف از بین میرود، یکی از بین رفت تمام شد، مگر اینکه بار دیگر افراد و اشخاص دوباره اعتکاف بشینن، دیگه لازم نیست که قضا بیارن. اگر یک فردی در روز نخستی از دهه عتق من النار در اعتکاف ننشیند، آیا ممکن هست که در روزهای بعدی که مثلا در روز دوم دهه اخیر یا روز سوم دهه اخیر در اعتکاف بنشیند؟ بسیار سوال خوبی را مطرح کردین. فکر میکنم در ذهن بسیاری از هموطنان ما هم هست. بله میتونن. ما قبلا هم یادآور شدیم که برای اعتکاف نشستن اینطور یک به شرایط خاصی وضع نشده است که باید اگر شخصی میخواهد که اعتکاف بشیند اینمی 10 روز بشیند، اگر نمیشیند هیچ، اصلا این قسم نیست. میتونه که برای 1 ساعت بشیند، میتونه که برای 4 روز، 5 روز، 1 روز، 2 روز، 7 روز میتونه که اعتکاف بشیند، هیچ مشکلی نداره. دوستا و عزیزایی که هم اکنون هم اگر اراده برای اعتکاف نشستن دارن میتونن که اعتکاف بشینن. بسیار عالی هست. جناب استاد، یک از سوالاتی که میخوایم مطرح بکنم این هست که ماه پربرکت رمضان ماه تحول و بازبینی اعمال هستیم که ما اعمال گذشته خود را یک بازبینی بکنیم، در این ماه پربرکت رمضان اصلاح بسازیم و این اصلاح را با خود انتقال بدیم به روزهای آینده بعد از ماه پربرکت رمضان. حالا ما در اعتکاف باشیم و همان اصطلاح عام ما شما ما باشیم و خدای ما باشد، چقدر عالی هست که ما بازبینی بکنیم اعمال خود را و این اعتکاف را با یک مکتب اصلاحی برای 11 ماه آینده خود بسازیم. در واقع خود ماه مبارک رمضان از اول تا آخر یک مکتب اصلاحی است، به ویژه دهه اخیر. از او اگر خواستر بسازیم افراد و اشخاصی که در دهه اخیر در شبهای قدر و شبهایی که در واقع پیغمبر صلی الله علیه و برای شبها ویژگی قائل شده اند، اگر در این شبها انسانها بشینن و دست خود را به سوی الله متعال بلند بکنن و در واقع هم راز و نیازی به پروردگارشان داشته باشند و هم به گذشته خود یک بار بر بگردن و تمام زندگی خود را یا گذشته خود را مورد بررسی قرار بدهند و یک تصمیم خوبی برای آینده بگیرن که مثلا در گذشته چه فاکتورهای منفی داشتن که در آینده اونها را انجام ندن و در گذشته چه کارهای مثبت را انجام دادن که اونها را در واقع تقویت بکنن. همان بحثی در واقع نقاط قوت و ضعف انسان هست که نقطه های قوت خود را تقویت بکنن و نقطه های ضعف خود را اصلاح بکنن و از فرصت ها استفاده بکنن و تهدید هایی که هست برای از اونها را چاره بسنجن. در واقع چانس بسیار زیاد خوب و فرصت طلایی هست که انسان از این فرصت ها استفاده بکنند. بله جناب استاد، در ماه پربرکت رمضان یکی از حکمت های ماه پربرکت رمضانی که در کلام الهی ذکر شده همان برای این هست که ما شما تقوادار شویم یا تقوای ما تقویت بخشیده شود. انسان فراموشکار هست، همان گونه‌ای که از وجه تسمیه انسان گرفته شده است. ما در بعد از ماه پربرکت رمضان شاید گهگاه دوباره به همان کیفیت عقیدتی نرسیم که مقتضای یک مؤمن هست. آیا میتونیم گهگاهی به اعتکاف بشینیم، بازبینی بکنیم، دوباره تقویت ببخشیم و در هنگام اعتکاف اگر روزهای نفلی بگیریم چقدر عالی خواهد شد که در مقطعهای زمانی ما دوباره با خود یادآوری بکنیم، بازبینی بکنیم خود را. همین چانس ها و فرصت هایی که در واقع در تمام سال وجود دارد برای امین است. اولی که انسان وقتی که ماه مبارک رمضان را سپری میکند، بعد از سپری نمودن ماه مبارک رمضان باید یک تغییرات کلی در انسان به وجود آمده باشد.
برای حفظ همین تغییرات و همین تعادل 6 روزی از ماه شوال است که باید روزه بگیره و این روزه ها را اگر بتونه روزه بگیره، یعنی اگر توانست 6 روز را پی هم بعد از عید متواتر، اگر نتوانست میتونه که در طول یک ماه بالاخره هم 6 روز را پوره بکنه، تکمیل بکند. که صیام دهر مانند روزه تمام زمان است. و همچنین ما روزه های عرفه را داریم، روزی عاشورا را داریم، ایام بیض را داریم در هر ماه مثلا 3 روز. و همچنین روزه داوود علیه السلام داریم که یک روز روزه گرفتن و یک روز روزه را دوشنبه ها و پنجشنبه ها است. اینا همش در واقع روزهایی است که به خاطر به اصطلاح همین جریانی هست که در طول یک ماه ما مثلا خودسازی کردیم. در این مکتب خودسازی ما به اصلاحات و به ساختن خودمان پرداختیم و با اون روزها هم میتونیم که این تعادل را حفظ بکنیم، در واقع این تعادل حفظ شود. و تمام این بهانه ها برای این است که انسان به طرف الله متعال برگرده و رجوع بکنه و توبه بکنه. انسان امکان ندارد که اشتباه نکنه، چون حدیث از پیغمبر خدا میفرماید که کل بنی آدم خطاؤون، یعنی تمام فرزندان آدم در واقع اشتباه میکنن، اما بهترین اشتباه کنندگان کسانی هستند که اونا توبه میکنن. حتی ما روایتی هم داریم که اگر شما اشتباه نکنید، انسان ها را خداوند از به زبان پیامبرش برای مردم میگه اگر شما اشتباه نکنید الله متعال شما را دور میکنه و مردم میره میاره که اونا اشتباه میکنن و پس توبه میکنن. امکان نداره که انسان ها بالاخره دچار لغزش و اشتباه نشوند. منتها انسان ها کوشش بکنن که اشتباه را تکرار نکنن، یک نقطه را هم مد نظر داشته باشن. بقیه دروازه رحمت الله متعال همیشه برای بندگان باز است. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بندگانی که شما در واقع به نفسانتان ظلم کردین و ستم کردین و مرتکب اشتباه و گناه شدین، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله متعال شما ناامید نباشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله متعال تمام گناهان را به یک بارگی هم میبخشد. بسیار اظهار سپاس جناب استاد. د روژماتی پر مهال دعا. اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت. ای الله جل جلاله، ستا د رضا لپاره می روژه ونیوله، په تا می ایمان راوړی او ستا په راکړي رزق روژه ماتوم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا رحمن. نړۍ ورته کومه عمري صاحب ډېر عزت مننه کوم چې راغلی بلنه مو ومنله و حسار سپاس جناب استاد از شما هم که آمدین دعوت ما را پذیرفتین. خواهیم جناب استاد پیامتان را به هموطنان عزیز داشته باشم. پیام ما به هموطنان نهایت عزیز و گرامیم این است که از همین فرصت ماه مبارک رمضان که فعلا در اختیار داریم از همین فرصت کاملا باید استفاده بکنیم. کاملا چانس طلایی هست، دروازه های رحمت الله متعال کاملا باز است و شیاطین بسته هست و فضایل رمضان و همچنین شبهای قدر و تلاوت قرآن کریم و ذکر و اذکار و همه فرصت ها کاملا زمینش مساعد است. ما در واقع در یک فصل قرار داریم که این فصل ما هم به لحاظ زمانی هم به لحاظ مکانی به هر لحاظی بسیار یک فصل خوبی را ما در اختیار داریم و یک فرصت بسیار زیاد خوبی را در اختیار داریم. باید از این فرصت استفاده بکنیم و فرصت دیگری در رابطه با تحصیل و تعلیم هم هست که جوانان ما برادران ما از فرصت هایی که در اختیارشان قرار میگیرد از این فرصت ها استفاده بکنن، به پهنتونه ها و مکاتب و مدارس و اینها رجوع بکنن و درس و تعلیم خود را بخوانن. کشور و وطن و همچنین دنیا به تعلیم و به علم و دانش میتونه که آباد باشه. اظهار سپاس جناب دکتر صاحب و اظهار سپاس از شما هموطنان عزیز نیست که با ما بودین برنامه تان را تماشا کردین. قدرمن هیوادوالو دا زموږ نننۍ د سفرې نور خبرونه چې تاسو قدرمنو هیوادوال لپاره مو وړاندې کړله. هیله ده چې تاسو درنه هیوادوال به تل زموږ ملتیا وکړئ. تر بلې د شن خبرونه چې بیا هم زه محمد جواد شیرزئی له خپلو تخنیکي او نشراتي تکړه او زحمتکش و همکارانو سره ستاسو چوپړ ته حاضرېږم. په بښونکي څښتن تعالی مو سپارم. باقي وخت مو له خوښیو نیکمرغیو څخه ډک او د روژې مبارکې میاشتې په 28مه شپه کې قرار لرو. د الله سبحانه وتعالی دربار ته خپل د مغفرت لاسونه پورته کړئ، ځانون ته دعا وکړئ، موږ ته دعا وکړئ، خپل هیواد افغانستان ته دعا وکړئ، اسلامي امت ته دعا وکړئ څو د دغه دعاګانو پر مټ باندې وتوانیږو چې خپلو هیلو او د هیواد او اسلامي امت بریا ته ورسیږو. تر بیا ښې چارې.